کمالگرا دو حالت داره: کمالگرای خودمحور، کمالگرای دیگر محور. کمالگرای خودمحور به خودش سخت میگیره، بلند میشه کارا رو انجام میده. مثلا آقا ظرف شسته، خانم یه بار که ظرفا رو میشوره، میگه قبول ندارم. مثلا معمولا به بچه‌ش میگه تو دست نزن، من خودم جمع میکنم، چون احساس میکنه کار دیگران رو قبول نداره، به شدت به خودش سخت میگیره و معمولا همیشه هم حالت مریض داره، بدن درد، سر درد، پا درد، چون استرسش بالاست دیگه، فشار عصبی بالاست و توانش هم کمه، بیش از توانش زحمت میکشه، همیشه درگیره، چه مرد چه زن. کمالگرای دیگر محور معمولا دیگران هم به چالش میکشه، باید همه مثلا در تکاپو باشه. مثلا تو درس بچه انقدر سخت میگیره بچه حاضر از اون خونه فرار بکنه، ببین کمالگرای دیگر محور. پس کمالگرا این یه تیپ شخصیتیه، باید ببینم من کمالگرا هستم یا نیستم. اگر هستم خودمحورم یا دیگر محور هستم.